سلام برابرش به اجا خودتون، یعنی ابوالفضلی خوش اومدین. امروز اومدیم با همدیگه گردونه کریمی که تازه اومده رو بریم بزنیمش و خیلی هم خفن قبل اون لایک و ساب فراموش نشه. بزن بریم. اینجا یارمون با نایف افتاده بود دنبال این در من زدمش. دوباره اون یک یارمون با نایف بود. من اینجا سریع یکی لوزی کردم، یه تیر زدم مرد. گفتم برم سریع بکنم، نمیذاشتم که برم. سریع رفتم تو ببینم شاتگان چیزی هست. نه بابا، چند تا گان بیخود تیرا رو سریع لوت کردم. دیدم یارمون اینجا هم میگه اینا همشون باتن. نه والا یکی داره با پامپت فرار میکنه. یه بات دیدم سریع زدم، گفتم کیل مفته دیگه. گفتم این که پامپت داشت بود فرار کرد. دیدم یارمون رو زدم، من همین زدم. بعدش اینجا گفتم حالا بریم دنبال اون که پامپت داشت. گفتم کجا؟ دیدم رو پشت بون پرید پایین. سریع رفتم اینجا بزنمش. فکر می‌کردم بات داره بهم میگه، ولی نمیدونست من بودم دیگه. سریع بات رو زد، من متوجه نشد. داشت آرمان میزد، من زدمش. و برم اونی که داشت زده بود بات رو برم بزنم، یک کیل مفت حساب کنم. دیدم اصل نیستش، یکی از یارا یا زده یا خودش مرده. و اما اینجا دیدیم یه دونه ریوایوی داریم. پرید رو پشت بون، داشت به همه تیر میزد که من سریع رفتم تو خونه. شماره 2 رو زدندش، اونم که این فرت و فرت میمیره. گفتم برم تو خونه غافلگیرش کنم، یه موقع میاد تو خونه. دیدم نه اومد. سریع رفتم بیرون، دیدم که نه والله بیرون خونه هم که نیست. گفتم برم شاید روی این پشت بونه بود. یه دونه بات دیدم زدم. سریع رفتم بالا این پشت بونه. کلاس پامپ دیدم که خیلی تند تموم میشد. به هر حال ما پرنگ یه دونه ریوایو جدید داشتیم. رفتم اینجا دیدم شماره 3 داره تیر میزنه، برم بزنم. دیدم نه دیگه زدش. خودم خوب باشه. خب اینجا رفتیم که بریم سراغش. دیدیم که باز این شماره 2 مرده، همین کسی ریوایوش نکرده. بریم ببینیم چجوریه. دیدیم دارن ریوایوش کنن. گفت برو اونو بزن. رفتم سراغش. اینجا یه دونه بات دیدیم باز زدیم. ولی آره بات بکنم باز. یه دونه دیگه هم بود. من به هر حال نزدمش، من سگ دمیج کرده بود. سریع رفتم توی خونه آرمور 200 زدم. شانسم گفت آرمور 200 داشتم، اگه نداشتم اصلا نمیتونستم الان اینجا زنده در برم. آرمور 200 زدم، تیرم نداشتم. سریع چند تا تیر برداشتم، لوت کردم، اومدم برم بیرون. در جلومو گرفت. رفتم که برم اینجا پریدم روی پشتمون با کلاس پامپت. دیدم شماره 1 درگیره. برم کاورش کردم، نه خودش زد. دیدم صدا تیر داره از اونجا میاد، ولی گفتم بی خیال، ما اینجا یارمون اینجا. شماره دادم که دوباره زدندش. یه دونه بات نبود. من به هر حال نزدمش، هم میگیم دختر رفت شماره که اینجا التماس میگم، گفت من ریوایو کن. منم رفتم کمکش. بعدش که سریع نمیدونم بیوای داره، برم سریع راستی بیوایشو بردارم. بیوایشو برداشتم، سریع لوتا رو انجام دادم. گفتم بریم ببینیم اینجا کسی هست یا نه. صدا تیر میاد. مایکم آواز کردم، گفتم بچه‌ها شما چرا کم نمی‌کشین؟ فقط منم اینجا. گفتم با شما رو می‌کشم. رفتیم اینجا یه دونه بات دیدیم، زدیمش. بعدش دیدیم شماره 2 رو دوباره زدم. این بات هم نمی‌مرد. خب رفتیم که بیایم شماره 2 دوباره ریوایو شد، نزنندش. گفتم ولش کن بیایم بریم. رفتیم بریم دنبال خط صدا. دیدیم یا پس 3 تا ریوایوی داریم. پریدم سریع پایین با پامپت. دیدم که این همونه که اون موقعی زدمش اول بار. دوباره مرده، دوباره زدمش. خب اینجا بازم که دیدیم کسی نیست. گفتم اینجا لحظه صدا پا اومد، برم بالا ببینم. نه گفتم اونجا بوی کیل مفت میاد. وقتشه بریم یک کیل مفتی به رگ بزنیم. سریع دویدم برسم بهشون. دیدم بله 2 تا بات خوشگل اونجا. یه دونه ریوایوی هم داشتیم، اونم فکر کنم بود. سریع یه دونه از اینا رو زدم. گفتم اگه نزنمش کامل بعد با یه دونه اومد اینجا زدمش سریع. خب اینا هم که والا فرق با بات نمیکنن که من زدمش، همشون باتکش بودن والا. گفتم اینجا صدا پا میاد بریم. گفتیم نه این شماره 2 میمیره دوباره، بعد ریوایو نمیشه، میخواد قور بزن. دیدم ریوایوی داره. سریع رفتم این بالا، دیدم نه اینجا نپریدم، پایینم. رفتم سریع پایین، کاور شماره 1 بود. دیدم زدندش 2 نفر.
سریع اینجا راه ها را رفتیم، دیدیم بله اون بالای پشت اون داره میزنه. من سریع رفتم خونه، یه دمیج به من زد، رفتم تو دیدم 2 نفر، ولی این بات بود به هر حال. گفتم خودتی تک و تنها، رفتم بالا پشت اون بزنمش. راستی بچه‌ها یه چیزی در مورد این کیارم جدیده بگم، به خوبی این کیارم قدیمیه نیستش، دمیجش 26 داست، ولی به نظر من اون کیارم بهتره. حتی تعداد وسایلی که داخل این گردونه جدید اومده کمتر، یعنی شما شانس خیلی زیادی دارین تا بتونین این کیارم ما به دست بیاریم. حالا ما توی این ویدیو میخوایم بزنیمش. سری دیدم رفته این پایین، سری پریدم. خوبیه کلاس پامپت اینه که احتیاج نیست چت رو باز کنه. دیدم اینجا داره دوباره مثل کانکورو میبره، همینه که اون موقعی زدیمش. دیدم پرید پایین داره فرار میکنه، نمیدونم هم چرا من دمیج زیاد بشنم، گفتم الان میزنم. اسکوبا گرفتم 106 تا دمیج دیدم، شماره 3 اون زد. خب اینجا زدیمش، بزن که بریم گردونه رو بزنیم. لایک فراموش نشه. خیلی خوب برای بحثا بیشتر از این طولانی نکنم و برم سراغ اصلی کاری که شما خسته نشید. خب این گردونه امروز 5 مرداد ماه 1403 به بازی اضافه شد و نسبت به بقیه گردونه ها وسایلش کمتره و به اندازه همون گردونه ها سیپی لازم میشه که بخواین این گردونه را براش خرج بکنید. یعنی 5 کا سیپی برای این گردونه لازمه که شما اونا فولش بکنید که نمیصرفه و من امروز 500 تا دونه برای این گردونه میزنم. خب این گردونه نسبت به گانی که داره اصلا گانش قابل مقایسه با اون کیارم قبلی خودمون نیستش. یه نگاه جزئی که بهش بندازیم، اکتیویژن زیاد طراحی اون چنانی براش نکرده ولی جذاب به نظر میرسه. خب اگه از پشت نگاه بکنید اسکوپ زومش هم که عالی به نظر میرسه. خب یه نگاه بندازیم. خب بزن بریم که گردونه رو بزنیم. با 10 تا سیپی شروع میکنیم به نام خدا. خب چی میده؟ بله پروفایل به همون داد. بعدی را با نام الله یگانه شروع میکنیم. چی میده تو خدای چیز خوب بده. بله نایف را به همون داد و هر حال قابل قبوله. بعدی 140 تا سیپی. خدا یار و یاورم باش. بذارم یه ترفند گفته بود اگه چند بار رو اسکین و گام بزنی بهتون میده. یه میگفتن یه باکه ولی باگه ولی من فکر نکنم. به هر حال ما میزنیم ببینیم چی میده به همون. پروفایل داد باز لژندری خوبه. خب بعدی خدا یه چیز خوب بده. چی داد؟ بله اینم دنسش بود. خب برای اینم از این. اگه خواستم بعدی بزنم 600 تا سیپی خرج میبره که ما فقط 300 تا سیپی برای این گردونه خرج کردیم که 500 تا نرسید، چون که اگه بعدش پون کمتر بود 600 تا و 500 تا میخواست من میزدمش، ولی اینجا ببینیم که 600 تا سیپیه. خب برای خیلی تشکر میکنم ازتون که تا آخر ویدیو بودین. لایک و ساب فراموش نشه.